سلام. سفر 2 روزه رئیسی به روسیه جزو خبرهای پرحاشیه این چند وقت اخیر بود و در تمام این 2 روز کاربران فضای مجازی و حتی بسیاری از افراد باندهای درونی خود رژیم به سوتی‌های پی در پی رئیسی با طنز و کنایه واکنش نشون دادند. اینقدر که امروز ائمه جمعه شهرهای مختلف در مدح روسیه و چین گفتند حزب توده و مائویست‌ها در 70 سال گذشته نگفته بودند. این رو محمد مهاجری داره میگه که از قلمزن‌های باند اصولگراست، ولی اینجا دیگه صداش در اومده. اشاره‌ش هم به اینه که این سفر فقط هدف تبلیغاتی داشته، چون هیچ دستاورد مادی نداشته. به همین خاطرم به امام جمعه گفته بودند که این سفر رو با تعریف و تمجید از رابطه با روسیه بولد کنن تا بسیجی‌ها توی این اوضاع بدبختی‌های نظام یک کمی روحیه بگیرن. اما واقعیت اینه که دست خالی رئیسی در بازگشت از این سفر جایی برای روحیه دادن باقی نگذاشته. استقبال از رئیس جمهورمان در فرودگاه توسط وزیر انرژی روسیه باعث افتخار است؟ عدم وجود پرچم ایران در مراسم استقبال و مذاکره با فاصله 5 متری بین رؤسای جمهور به چه معناست؟ قرار بود قرارداد اقتصادی منعقد شود. چرا هیچ سند و تصویری از آن منتشر نگردید؟ در واقع اینم که خودش یک استاد دانشگاه ایناست، داره میگه دستاورد سفر خارجی یعنی قرارداد. وقتی این قرارداد نیست و به جاش این همه نابسامانی در تشریفات هست، حتی اون اثر تبلیغاتی رو هم نداره. دستاوردهای سفر رئیسی به روسیه: 1. دیدار با پوتین از فاصله چند متری. 2. تشکر رئیسی از پوتین بابت عضویت ایران در پیمان شانگهای. 3. تذکر پوتین: ایران در پیمان شانگهای عضو ناظر است نه اصلی. 4. نماز خواندن در محل اقامت. 5. سخنرانی در دوما. 6. دکترای افتخاری. 7. تکذیب انعقاد قرارداد. این تحلیلگر سیاسیشون هم داره اشاره میکنه که قرارداد که تکذیب شد هیچ، حتی عضویت در پیمان شانگهای که قبلش هم کلی تبلیغشو میکردن و پوزشو میدادن، معلوم شد که فقط عضو ناظره و نه اصلی. و در این توییت خبرگزاری سپاه از پوتین اینطور نقل کرده که ایران به عنوان ناظر در سازمان شانگهای فعالیت میکند. پس از اونجایی که هیچ دستاورد مادی در این سفر نبود که باهاش پوز بدن، همون چند تا فیلم و عکسی که میخواستند جهت مصرف تبلیغاتی منتشر کنند هم موضوع جوک و استهزای کاربران قرار گرفت. من نمیدونم پوتین دیگه باید چه کار میکرد که ثابت کنه رئیسی رو به کفشش هم حساب نکرده. اون از استقبالش، اون از فاصله میز و اینم از آدامس جویدنش جلوی رئیسی. خبرگزاری‌های رژیم یک فیلم کوتاه از گفتگوی رئیسی با پوتین پخش کردند که در اون پوتین رو در حال آدامس جویدن نشون میده که این تصویر رو هم هیچ کدوم از بسیجی‌ها نتونستن ماله بکشن و حالشون رو اساسی گرفت. بی احترامی‌های پوتین به رئیس جمهور ایران تمامی ندارد. آدامس جویدن پوتین هنگام دیدار از راه دورش با رئیسی. ماله کشیدن بی عزتی‌ها و توهین‌ها به رئیس جمهور توسط روسیه چقدر فاکتور می‌شود؟ سر هشتگ و فاکتور فقط دعوا کنید. اینم منظورش اینه که دیگه این رو چطوری می‌خواید ماله کشی کنید و اشارش به اون افشاگریه که سایبریا هشتگ می‌زدن، بعد میرفتن فاکتور میکردن و پولشو میگرفتن. اما در این مورد حتی نای هشتگ زدن هم ظاهرا نداشتن و اصلا نتونستن هشتگی رو در دفاع از سفر رئیسی برجسته کنند. چون مشکلات سفر رئیسی که بسیجی‌ها نمیتونستن حذف کنند هم که آخه یکی دوتا نبود. آدامس خوردن جای خود. پوتین حتی منتظر نمیمونه مهمانش اول بشینه. سلام علیکم. این هم اشارهش به اون فیلم است که تلویزیون روسیه منتشر کرد و خیلی براشون آبروریزی شد، چون همه گفتن نه پوتین اومد جلو، نه با رئیسی دست داد، بعد هم زودتر از رئیسی نشست. حالا یکی دیگه پیدا شد که خواست به بقیه‌شون دلداری بده، ولی زد چشمش هم کور کرد. رئیس جمهور ما نفر دوم کشور است، در حد نخست وزیر دیگر کشورها. در داخل اگر انتظار تشریفات رسمی داریم جوگیر شدیم، اونم رئیس جمهور رئیسی. طبق حرف این یکی نفر اول کشور ولی فقیه که از تهران بیرون نمیره، چه برسه به سفر خارجی. رئیسی هم که تو اغلب کشورها احتمال دستگیریش هست. به روسیه هم که میره دیگه انتظار نداشته باشین که تحویلش بگیره. اما یکی از حاشیه‌های دردسرساز برای سفر رئیسی اون عکسی بود که از نماز خوندن توی یکی از اتاق‌های کرملین منتشر کرد که همه روی ریاکارانه بودن این نماز انگشت گذاشتند.
این تصویر بیش از آن که شبیه به کسی باشد که رو به قبله نماز می‌خواند، شبیه کسی است که در درون کعبه نماز می‌خواند. این توییت هم مال یکی از نمایندگان سابق مجلسه که داره میگه شما خودتون رو جلوی روسیه باختین و روسیه شده قبلتون. حالا اون ساعتی هم که بالای سر رئیسی تو این عکس افتاده، اونم مشکل آفرین شد. نماز اول وقت بوده یا آخر وقت؟ ساعت روی دیوار 5 و 15 دقیقه عصر را نشان میدهد. یعنی نه نماز اول وقت است و نه آخر وقت. گویا عکسی بوده صرفاً برای یادگاری و بهره برداری سیاسی. قبول باشه. یعنی میگه چه ضرورتی داشت که حتما وسط ملاقات نماز رو بخونی؟ چرا طوری برنامه‌ریزی نکردی که قبل یا بعدش بخونی؟ حالا گیریم که نمازم خوندی، چرا عکسش رو منتشر کردی؟ و بعد هم اینطوری مچش رو گرفتن. نماز رئیسی باطله چون مصداق ریا حساب میشه، مگر اینکه خودش بگه بی اجازه و بی هماهنگی عکسش پخش شده. موضوع واکنش برانگیز دیگه در این سفر، ملاقات عجیب پوتین با رئیسی پشت یک میز بلند با فاصله زیاد بود که به هیچ وجه پیام وجود صمیمیت و نزدیکی بین این دو رو نمیده. به همین دلیل باز مالکشی این قضیه در رسانه‌های نظام شروع شد. توجیه روزنامه خراسان از فاصله زیاد پوتین و رئیسی. میز بزرگ میان پوتین و رئیسی از ترس کرونا بود و بعد همین کاربر زیرش عکس 2 تا ملاقات دیگه پوتین در همین ماه‌های اخیر رو گذاشته که نشون میده دیدارهای دیگه در همین شرایط کرونایی هم فاصلش نزدیکتره و هم پرچم کشور میهمان پشت سرشون گذاشته شده. توجیه موسک کرونا رو تقریبا هیچ کس تحویل نگرفت. الان عرض این میز چند متره؟ پوتین از ویروس کرونا هم اینقدر فاصله نمیگیره. پوتین با اون میز کنفرانس بزرگی که بینشون هست بدون هیچ حرفی میگه فاصله بین من و شما خیلی زیاده، حد خودت رو بدون کوچولو. موضوع میز و استقبال سرد پوتین اونقدر جنجالی شد که خود بسیجی‌های طرفدار رئیسی هم مسئله دار شدن. فقط چرا اینقدر دور از هم نشستن؟ میز کوچکتر نبود؟ فاصله اجتماعی هم قبول، ولی این فاصله رو اسنپ 30 تومن میگیره ببره. اینجا بود که یکی از قلمزن‌های باند رئیسی برای توجیه این فاصله یک کلیپ پر کرد تا به اصطلاح بسیجی‌ها رو روشن کنه. دیدار رئیس جمهور کوبا رو هم شما ببینید. برادر فیدل کاسترو، راول کاسترو، اومده با هیئت همراه خودش. باز پوتین بالا نشسته و راول و تیمش پایین و اون اقتدار رو هنوز داره پوتین. اما این چینشی که این دفعه انجام شد، من میخوام به شما بگم این چینش یک چینش تاریخی و بی سابقه هست که دور میز کاری رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین مثل 2 کفه ترازو که بالا و پایین نداشته باشه 2 شخصیت سیاسی قرار گرفتن، رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور روسیه. پوتین حین صحبت استرس داره، برای 2 بار کراوات خودش رو جابجا میکنه، منظم میکنه، چقدر پاشو تکون میده و از این شونه به اون شونه میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس میکنه این دیدار مثل یک دیدار سیاسی خیلی مهمه که برای کشور خودش حیاتیه. بله، این دیگه برای مالکشی افتاده به این که پوتین پاش رو تکون داد و کراواتش رو درست میکرد که سر همین هم باز ملت دستشون انداختن. ولی به جاش پوتین در ملاقات با رئیسی 2 بار پاشو تکون داده و 2 بار هم کراواتش رو درست کرده و این یعنی اوج عزت و افتخار و غرور جمهوری اسلامی. سوتی دیگه رئیسی در این ملاقات جمله آخر رئیسی در این گفتگو بود که به فارسی تعارف زد که من در خدمت شما هستم، که همین جمله رو اغلب رسانه‌ها بولد کردن چون در ترجمه رسمی در سایت کرملین هم این جمله ثبت شده I am at your service. Я к вашим услугам, пожалуйста. Спасибо. Сделать. Я к вашим услугам, пожалуйста. Спасибо. و به این ترتیب باز هم بیسوادی رئیسی و عدم آشناییش با عرف دیپلماتیک سوژه شد. مانند غریقی که به هر چیز چنگ میزند، برخلاف عرف سیاسی و دیپلماتیک، رئیسی به پوتین از عبارت من در خدمت شما هستم استفاده میکند. زبون بسته نمیدونه بقیه کشورها تعارف ندارن.
دیگه بهتر سکوت کنیم و از طنز ماجرا لذت ببریم. واقعی ترین دستاورد سفر ابراهیم رئیسی به روسیه: من در خدمت شما هستم. بعد معاون سیاسی رئیسی اومد اینو رفع و رجوع کنه، گفت روس‌ها برای ترجمه در خدمت شما هستم مترجم قوی نداشتن. که در خدمت هستیم یعنی که بفرمایید. حالا اونا احساسم این هستش که شاید مترجمین قوی نداشتن. که این حرفم این پاسخ رو گرفت. قوی تر از در خدمت شما هستم اگر ترجمه میشد، دقیقاً میشد من نوکرتم، بده دستتو ببوسم. بازم مترجم آبروداری کرده تفلک. تازه بعد از همه اینها، با وجود اینکه رئیسی این سفر رو سریع خواست جمع و جور کنه و برگرده، هنوز پس درداش باقی مونده. مثلا یکی از تلویزیون‌های روسیه این فیلم رو منتشر کرد که نشون میده رئیسی رو از در پشتی کرملین خارج کردن و حتی ماشینای خودشون هم اونجا آماده نبودن. بعد سفیر رژیم داره میگه آقا کجا پارک کردی؟ بیا اینجا. که انگار اسنپ اومده دنبالش. Федеральная служба охраны за работу. А на улице в ту секунду у помощников иранского лидера нервы напряжены. Президент вот-вот выйдет на мороз, а его машина еще не подъехала. Неизвестно, помогла ли такая эмоциональность ускорить процесс. Но автомобиль быстро подъехал, президент вышел на крыльцо. Впереди у него была еще программа визита в Россию. در نهایت هم خیلی‌ها این سفر رو اینطوری جمع زدند: اگر جای آقای امیر عبداللهیان بودم، به خاطر ندانمکاری و ضعف تشریفات سفر غیر عزتمندانه آقای رئیسی به روسیه همین امروز استعفا می‌دادم. در عرف دیپلماتیک یک سفر هم داریم به اسم سفر تحقیری که ارباب پوتین چند وقتی سران نظام جمهوری اسلامی رو برای این سفر به روسیه دعوت میکنه. میرن، دستورهای لازم رو میگیرن، باجهای لازم رو پرداخت میکنن، تحقیرهای لازم رو میشن و بعد برمیگردن. تمامی موارد برشمرده همگی حاکی از آن است که رئیس جمهوری که انتخابش حاصل برآیند نظر اکثریت دموکراتیک جامعه ما نیست، پروتکل لازم و حداکثری را نیز در سفرهای خارجی از او و برای او نمیتوان انتظار داشت. در مقابل تمام این واکنش‌ها هم یکانهای سایبری بسیج حرفی نداشتن بزنن جز اینکه یا عکس پماد سوختگی بزنن یا اینکه به طور کلیشه‌ای همه فقط می‌نوشتن که خیلی سوختید، که بیشتر هر جا اینو نوشتن دست خودشون دور شد. هر جا سخن از پماد سوختگی یا اینجور چیزهاست، مطمئناً یک سایبری پشت قضیه است. به هر حال این بخش کوچکی از فضایی بود که در توییتر حول سفر رئیسی ایجاد شده بود.